سلام، چطورین؟ من بالاخره ولاگ پراگ رو آوردم براتون و صدا گذاریش طول کشید. هی نمیتونستم خودم راضی کنم بشنم روی ویدیو حرف بزنم، ولی بالاخره اینجاست. و این ولاگ مال چند هفته پیشه که توی تعطیلات ایستر که یه لانگ ویکند خیلی همچین مناسبی بود، ما رفتیم پراگ و خیلی خوش گذشت و خیلی 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 شهر قشنگیه. این تیکه های اولی که دیدید مال این بودش که من 1-2 روز جلوتر از اینکه تعطیلات شروع شه مرخصی گرفته بودم، رفته بودم خونه یکی از دوستام که توی یه شهری نزدیک شهر لایپزیگه و اونجا خیلی به پراگ نزدیکه و از اونجا با ماشین رفتیم که تقریبا 2-3 ساعت طول میکشه. تو راه یه تیکه توی ترافیک گیر کردیم و یکی از جالب توجه ترین اتفاقاتی که تو آلمان اتفاقا زیادم میفته خالی گذاشتن خط نجات توی ترافیک بود که من اتفاقا توی اینستام راجبش استوری گذاشتم. اگر فالوم نکردید بدوید برید اون و فالوم کنید، دور هم باشیم. داستان اینه که به محض اینکه ترافیک به یه مرحله میرسه که دیگه روون نیست، سریعا این وسط یه لاین رو باز میکنن که اگر شرایط اضطرار به وجود بیاد ماشین اورژانس بتونه راحت رد شه و دلیلش هم این نیست که لزوما خیلی فرشتن. آموزش خیلی خوبی دیدن برای این قضیه و شما اگر رعایتش نکنید 200 یورو جریمه میشید. من تجربه‌ام اینه که آدم وقتی شهرهای خیلی توریستی و شهرهای بزرگ و پایتخت‌های کشور اروپایی میره معمولاً انقدر جای پارک هزینه‌اش زیاده و بعضی وقتا وسایل حمل و نقل عمومی هم گرونن که میارزه آدم یه ذره جای گرونتر بمونه که وسط شهره، چون باعث میشه خیلی پول برای ماشین یا حالا اتوبوس و اینها سیو کنید و عملاً یر به یر میشه. توی این مورد خاص البته بعدا متوجه شدم که پابلیک ترانسپورت خیلی ارزونه و احتمالاً اگر که مرکز شهر نمونده بودیم هم هزینه رفت آمدمون زیاد نمیشد، ولی به نظرم میارزید چون جای هتلمون با این ویوی زیبایی که میبینید 2 دقیقه فاصله داشت. من همیشه دلم می‌خواستش که توی تایم کریسمس مارکت برم پراگ، چون دیده بودم که خیلی کریسمس مارکتش قشنگه، ولی از شانس خوبم این تایمی که ما رفتیم فکر می‌کنم به خاطر جشن عید پاک و ایستر بود که یه چیزی شبیه کریسمس مارکت توی مرکز شهر بود که در واقع به کریسمس ربطی نداشت، ولی همچنان یه مارکتی بود که توش خیلی چیزا با نمکی میتونستی پیدا کنی، چه چیزای دستساز، چه خوراکیای مثلا استریت فود و از اینجور چیزا. یک چیزی هم که خیلی زیاد بود یک بیر سبز رنگی بود که من بعدا امتحان کردم و به نظر هم خوشمزه بود. یکی از نمادهای اصلی شهر پراگ که مثلا توی سوونیر شاپ ها و اینا هم که میرید ازش زیاد هست، این ساعت پراگه که روی یکی از دیوارای تاون هال یا تالار شهرشون در واقع نصب شده و ساعتیه که محل خورشید و ماه رو نشون میده و از این مدل ساعت ها این قدیمی ترین ساعتیه توی دنیا که هنوز کار میکنه و خب جلوش یه جوری پره که شما عکس به سختی میتونی بگیری ازش. بیر سبزی که راجبش حرف زدم و اینجا هم میتونید ببینید که اتفاقا این مدل بیر به ایستر اسپشال معروفه. اینم صبح روز بعده که ما کله سحر بلند شدیم رفتیم صف وایسادیم که بتونیم بلیت بگیریم برای کلمنتینوم که کتابخونه دیدنی پراگ. اولین مقصد جای دیدنی روز بعد از اینکه بلیت گرفتیم قلعه پراگ بود که اولا که ویو 10/10، یعنی واقعا شما وقتی میرید اون بالا ویویی که از کل شهر دارید خیلی قشنگه، ولی کنار این ویوی زیبا یکی از جاهای خیلی معروف دیدنی پراگ مثل خیلی از شهرهای اروپایی دیگه کلیساشه که خب بعد از اینکه یه سری شهرهای اروپا رو دیدید یه ذره تکراری میشن چون خیلی شبیه همن تا حدودی
ولی کلیساش خیلی قشنگه، تو همین تیکه قلعه پراگ قرار داره و میتونید همه رو با هم ببینید. ولی اگر میخواید توی ساختمون وارد باید حواستون باشه که صفای خیلی 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 طولانی دارن. برای اختتامیه هم از روی پل چارلز رد شدیم، رفتیم به سمت کلمنتینوم. پل چارلز یکی از پل‌های خیلی قدیمی و معروف اروپا و پراگ و واقعا هم منظرش خوشگل بود. مجموعه کلمنتینوم هم یه بخش اصلیش کتابخونه ملی پراگه که اولا که خیلی قشنگه، دوما که خیلی شدیداً ازش مراقبت میشه. این مدلی که شما حتی وقتی تور بازدید این کتابخونه رو میگیرید، مثلا تو طول مدت تور 3 دقیقه در کتابخونه رو باز میکنن، شما از بیرون سرتون میکنید تو و این کتابا و کتابخونه رو میبینید و بعد درش رو دوباره میبندن که از کتابا در مقابل نور و رطوبت و اینا بتونن مراقبت کنن. و بجز کتابخونه ملی هم توی این مجموعه یه برج نجومی داره که خیلی دیدنیه به نظرم و وقتی هم که میرید بالای برج میتونید شهر رو کاملا از بالا ببینید که ما شب اونجا بودیم و خب واقعا منظره قشنگی بود. روز آخرم بیشتر به چرخیدن توی شهر و قرار گرفتن تو اتمسفر شهر گذشت و امتحان کردن چیمنی کیک که یکی از خوراکی‌های خیلی معروف این منطقه از اروپاست و واقعا خوشمزه بود و تقریبا شما توی خیابون که راه میرید در هر حالتی در هر زمانی 3 نفر از اینا دستشونه. همین دیگه، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که این طرفا زندگی میکنید امیدوارم ترغیب شده باشید برید پراگو ببینید چون شهر خیلی قشنگیه و لایک و سابسکرایب و این کارهای این مدلی یادتون نره و اگه دوست داشتید اینستا هم فالو کنید. همین دیگه، تا بعد.